بسم الله الرحمن الرحیم. سخن امروز پیغامبر. به نام خداوند بخشنده مهربان. از عمر ابن ابو سلمه روایت است که پیامبر خدا درود بر او بار تنها در یک جامع نماز خواندند و دو طرف جامع را به طرف مقابل دور داده بودند. سخن امروز پیغامبر. به نام خداوند بخشنده مهربان. از جابر ابن عبدالله روایت است که گفت پیامبر خدا درود بر او فرمودند برایم 5 چیز داده شده است که برای هیچ کسی پیش از من داده نشده است. این که از مسافت 1 ماه راه به دل دشمنانم خوف و رعب می افتد. این که زمین برایم مسجد و وسیله طهارت قرار داده شده است. پس هر کسی از امت من که نماز را دریافت و آب را ندید تیمم کند و نماز را ادا نماید. و این که اموال غنیمت برایم حلال گردیده و برای هیچ کسی دیگر پیش از من حلال نگردیده بود. و این که برایم اجازه شفاعت داده شده است. و این که پیغمبران پیش از من خاص برای قوم خود مبعوث می شدند و من برای همه مردمان مبعوث گردیدم. سخن امروز پیغامبر. به نام خداوند بخشنده مهربان. از سموره ابن جندب روایت است که زنی از اثر ولادت مرد. پیامبر خدا در وسط جنازه‌اش ایستادند و بر وی نماز خواندند. سخن امروز پیغامبر. به نام خداوند بخشنده مهربان. از عایشه روایت است که گفت به سفر برآمده بودیم و نیت جز حج نداشتیم. چون به صریف منطقه است در 10 میلی مکه رسیدیم دچار عادت ماهانگی گردیدم. پیامبر خدا درود بر او نزدم آمدند و من گریه می کردم. فرمودند تو را چی شده است؟ مگر به عادت ماهانه دچار شده ای؟ گفتم بله. فرمودند این چیزی است که خداوند همه دختران بنی آدم را به آن مبتلا ساخته است. هر کاری را که حجاج میکنند تا هم انجام بده مگر طواف کردن به خانه را. عایشه گفت و پیامبر خدا درود بر او از طرف همسران خود یک گاو را قربانی نمودند. سخن امروز پیغامبر. به نام خداوند بخشنده مهربان. و از عایشه روایت است که گفت در حالی که دچار عادت ماهانگی بودم سر پیامبر خدا را شانه زده مرتب می کردم. و در روایت دیگر در ادامه حدیث گذشته آمده است که پیامبر خدا درود بر او در حالی که در مسجد بودند سر خود را به عایشه نزدیک نمودند و در حالی که عایشه داخل خانه‌اش بوده و به عادت ماهانگی گرفتار بود سر پیامبر خدا را شانه زده مرتب میکرد. سخن امروز پیغامبر. به نام خداوند بخشنده مهربان. و از عایشه روایت است که گفت در حالی که به عادت ماهانگی گرفتار بودم پیامبر خدا سر خود را به من تکیه داده و قرآن می‌خواندند. سخن امروز پیغامبر. به نام خداوند بخشنده مهربان.
از سلمه روایت است که گفت با پیامبر خدا در حالی که لباس ابریشمینی به تن داشتم خوابیده بودم، دوچار عادت ماهانگی گردیدم، آهسته دور شدم و لباسهای عادت ماهانگی خود را گرفتم. پیامبر خدا درود بر او فرمودند مگر به عادت ماهانگی دوچار شده ای؟ گفتم بله. مرا خواستند و باز در پهلویشان زیر قطیفه چادر استراحت نمودم. سخن امروز پیغامبر. به نام خداوند بخشنده مهربان. از عایشه روایت است که گفت من با پیامبر خدا درود بر او در حالی که هر دوی ما جنوب بودیم از یک ظرف غسل می کردیم و مرا در وقت عادت ماهانگی امر می کردند که ازارم را بپوشم، سپس با من هم بستر می شدند و در حالی که معتکف بودند سر خود را به سویم نزدیک می کردند و من در حالی که به عادت ماهانگی گرفتار بودم سر ایشان را می شستم. سخن امروز پیغامبر. به نام خداوند بخشنده مهربان. و در حدیث از عایشه روایت است که گفت وقتی که کسی از ما دچار عادت ماهانگی می شد و پیامبر خدا درود بر او می خواستند با او هماغوش شوند، امر می کردند تا ازارش را در جای خروج حیض محکم نماید، سپس با او هماغوش می شدند. و عایشه می گوید کدام یک از شما می توانید به مانند پیامبر خدا درود بر او زمام شهوت خود را بگیرید. سخن امروز پیغامبر. به نام خداوند بخشنده مهربان. از ابو سعید خدری روایت است که گفت در روز عید قربان یا عید فطر پیامبر خدا به عیدگاه آمدند، نزد زنها رفته و فرمودند ای زنها صدقه بدهید، زیرا من دیدم که بیشترین اهل دوزخ از شمایان هستند. گفتند چرا یا رسول الله؟ فرمودند بسیار لعنت و دشنام می دهید، نیکی های شوهر را انکار می نمایید و هیچ ناقص العقل و ناقص دینی را که مانند شما عقل شخص دانا و فهمیده را برباید ندیدم. گفتند سبب نقصان عقل و دین ما چیست؟ فرمودند آیا شهادت زن برابر نصف شهادت مرد نیست؟ گفتند بله هست. فرمودند این از نقصان عقل وی. و آیا در هنگام عادت ماهانگی نماز و روزه را ترک نمی کند؟ گفتند بله ترک می کند. فرمودند این هم سبب نقصان دین وی.